یه دستگاه میخوام برای پروژه خودم فقط. برای پروژه شخصی 255 نرمال بهترین گزینه و اقتصادی ترین گزینه است. بولت دیوارش هم خیلی راحته. کار کف و دیوار میتونه براتون انجام بده. بسیار عالی. بخوام یه خورده بیشتر کار کنم، یعنی پروژه بقیه هم قبول کنم، چه دستگاهی دارم؟ هم کار خودتون هم چند تا پروژه هم کنارش داشتید. 255A قابلیت زاویه‌زنی 0 تا 90، پای کفیش هم لرزش دستگاه رو بی‌نهایت میاره پایین. بهترین گزینه است. حالا اگه بخوام مثلا پروژه بیشتری قبول کنم، مثلا چند تا برج ساختمانی و مسکونیه، دائم کار باشه 255 دیفور. چه ویژگی خاصی نسبت به این داره؟ کالسکه این دستگاه کلاً غلطکیه، اینا ریلی هن. و لرزش این باز به نسبت 255A حداقل 50% پایین‌تره. خب من یه پروژه استان اردبیل گرفتم. استان اردبیل اصلا بی برو برگشت اردبیل کنتراتی 255A.